سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ آزمون بعدیمون، آزمون فیزیک 12 تجربی خرداد 403. خب درستی یا ندرستی، برداری که مبدأ محور را به مکان جسم وصل میکنه، یعنی x0 رو به مکان جسم در هر لحظه وصل میکنه، بردار جابجا نیست، بردار مکان نام داره. پس این نادرسته. در حرکت با شتاب ثابت، سرعت متوسط در هر بازه زمانی برابر با سرعت لحظه‌ای نه. این در حرکت سرعت ثابت اتفاق میفته. شتاب متوسط کمیت برداری است و همجهت با بردار تغییر سرعت. آره قبلا هم داشتیمش. مساحت سطح بین نمودار مکان زمان و محور زمان یعنی xt رو میگه، مساحت محصولش میگه برابر با جابجایی. نه xt مساحتش هیچ چیزی به ما نمیده. آیا در حرکت با سرعت ثابت اندازه جابجایی همواره با مسافت برابره؟ بله، چون در حرکت سرعت ثابت متحرک تغییر جهت نمیدهد. چون متحرک تغییر جهت نمیدهد در حرکت چی؟ سرعت ثابت. شکل نمودار مکان زمان نشون داده به شما، میگه که تو کدوم بازه زمانی متحرک شتاب ثابته در خلاف جهت محور x حرکت میکنه. خلاف جهت محور x حرکت کنه بچه، این سرعت منفی باشه. سرعت منفی یعنی تو نمودار مکان زمان نمودار شما نزولی باشه که میشه از 0 تا چی؟ t1. در کدوم لحظه متحرک تغییر جهت داده؟ در لحظه t1 سرعت 0 شده و علامتش عوض شده، بنابراین تغییر جهت داشتیم. در کدوم لحظه متحرک بیشترین سرعت لحظه‌ای داره؟ بیشترین سرعت لحظه‌ای بیشترین شیب رو باید داشته باشه که شما بیشترین شیب رو اینجا دارید میبینید. اینجا شیب نمودار شما بیشترین مقدار رو داره در این در لحظه چی؟ t3. خب شایسته نمودار شتاب زمانی متحرک رو نشون میده که از حال سکون به انجام محاسبات لازم نمودار سرعت زمانش رو تو بازه 0 تا 16 رسم کنیم. سرعت زمان بخوایم رسم کنیم، از این یه دونه vt به ما برسه. خب ببینیم چه کار باید بکنیم. اولا گفته بود حال سکون این صورت اولیه شما 0. برای پیدا کردن سرعت در لحظه 6 و سرعت در لحظه 16 یکی استفاده از فرموله، یکی استفاده از مساحت محصوله. حالا هر جور رفتید و هر کاری کردید کامل بنویسید دیگه. دلتا وی مساحت محصور نمودار آتی میشه که اینجا 6 5 تا 30 تاست و میشه 30 تا. بنابراین سرعت در لحظه 6 میشه سرعت در لحظه 0 به اضافه دلتا وی، چون دلتا وی میشه وی نهایی منهای وی اولیه دیگه. پس وی 6 میشه وی 0 دلتا وی هم 30 تا بود، میشه 30 تا. این یه راهه. یه راه دیگهش آتی به اضافه وی 0 فرمول داری دیگه. فرمول خیلی هم راحت به شما جواب میده، همونه، فرقی نداره. آ5 زمان 6 5 6 تا 30 تا، سرعت اولیه هم 0 میشه 30 تا. پس تو لحظه 6 سرعت شما میشه 30، یعنی یه چنین نموداری رو دارید. خب شتاب ثابت دیگه، اینجا شتاب ثابت، پس ویتی شما درجه 1 بوده. از 6 تا 16 باز بده کردن اینجا سرعت رو بخوایم حساب کنیم، سرعت 16 میشه آتی به اضافه وی مرحله قبلش که میشه وی 6 که میتونیم از شتابش که منفی 3 هستش و زمانی که اینجا داریم 10 ثانیه هستش و سرعت تو 6 که لول قبل به دستش آوردیم 30 بوده استفاده کنیم که میشه چند؟ 0. یا اینکه با مساحت بریم که مساحت اینجا رو اگر حساب کنیم دلتا وی میشه منفی اس که اینجا چون پایینه منفی میشه 10 تا در منفی 3 میشه منفی 30 تا. بنابراین سرعت در 16 میشه سرعت در 6 به اضافه دلتا وی که این 30 اونم منفی 30 میشه 0. هر دو درستن، هر دو باید به شما نمره بدن. پس سرعت در 16 به شما یه چنین نموداری میده. این نمودار ویتیش میشه. خب که حالا اگر بخوایم ببینیم که با چی رفته و چی بهتون نمره داده، آره با این رفته، با آتی به اضافه وی 0 رفته. این 25 صدمه، جایگذاریش و عددش 25 صدمه. مرحله بعدی هم باز با همین رفته، آتی به اضافه وی 0 رفته که فقط دیگه جایگذاریش رو نمره داده به شما و دیگه فرمول دیگه دوبار فرمول نمره نداره.
یادتون باشه با همین آتی به اضافه 3 به این در واقع ما اینجا رفتیم. فرق نداره، دوتاش درسته. زیرش هم نوشته که لطفا سایر پاسخ‌ها نمره بدید. خب این نوشتن کامل و درسته. نمودار رد شد تو بازه 0 تا 16. 1.25 صدم. خود این نمودار بچه اینجا 25 صدم داره، این تیکش 25 صدم داره. ببینید چه جزئیاتی مهمه. مسافت تو بازه 6 تا 16 دو راه داری. یکی استفاده از این مساحت هست، مساحت یکی هم استفاده از معادله است. حالا هر جور نوشتی درسته. مسافت 6 تا 16 مساحت نمودار ویتی به شما میده. میتونید از این مساحت استفاده کنید که بچه ارتفاعش 30، قاعدش چنده؟ 10. 30 در 10 تقسیم بر 2 میشه 150 تا. یه راهش اینه 150 متره. یه راه دیگهش فرموله، چون تو این بازه متحرک تغییر جهت نداره، این دوتا با هم برابرن دیگه، پس میتونیم از فرمول هم بریم. 1/2 آتی 2 به اضافه وی سفتی 1/2. تو این قسمت 6 تا 16 شتاب -3 هستش. زمان 10 ثانیه به توان 2. سرعت اولیه‌مون بچه اینجا میشه c. سرعت مرزیمون میشه. زمان هم چقدر؟ 10 ثانیه. میتونیم از این هم بریم و به شما جواب درستی خواهد داد. که حالا با کدوم رفته؟ در واقع با فرمول رفته. اینو 25 صدم داده، جواب آخرم 25 صدم. فرق نداره، دوتاش درسته. وزن یک جسم در مکانهای مختلف متغیره، وزن که ثابت نیستش، جرم ثابته. با 2 برابر کردن اندازه تکانه جسم این جنبشی چی میشه؟ کام میشه P2 به 2M. اگر یادت باشه یه جرم داشته باشیم جرممون ثابته، پس اگر اینو 2 برابر کنیم این 4 برابر میشه. در نمودار نیروی کیسانی فنر و حسب تغییر طول فنر هرچه ثابت فنر بیشتر باشه شیب نمودار بیشتره. نیروی گرانشی میانه دو ذره با حاصل ضرب جرمشون رابطه مستقیم داره. شخص درون آسانسور رو ترازو فنری ایستاده، اگه آسانسور تند بره کجا بره؟ پایین بره. منفی میشه، یعنی عدد کمتر نشون میده، ترازو عدد کوچیک‌تر نشون میده. لختی رو تعریف کنید. اینکه جسم دوست داره در حین اعمال نیروی ناگهانی، زمانی که برآیند نیروهای وارد به جسم صفره، حالت قبلیش رو در واقع داشته باشه بهش میگن چی؟ لختی. حالا با هر بیانی که دوست دارید، ولی همینه دیگه، فرق نداره. اجسام میل دارن هنگامی که نیروی خالص وارد بر آنها صفر هست وضعیت حرکتشون رو حفظ کنن. به این میگن لختی. نیم نمره از 2 تا 25 صدم، یکیش به خاطر همون اعمال نیروی ناگهانی در هنگامی که برآیند صفره، یکیش هم به خاطر اینکه دوست دارن حالت قبلیشون رو حفظ کنن. شخصی در حال هل دادن جعبه سنگی روی سطح افقی و این جعبه در جهت نیرو حرکت میکنه. با ترجمه که نیرویی که شخص به جعبه وارد میکنه با نیرویی که جعبه به شخص وارد میکنه هم اندازه است، توضیح بدید چگونه جعبه حرکت میکنه. نیرویی که شخص به جعبه وارد میکنه و نیرویی که جعبه به شخص وارد میکنه عمل و عکس العمل و به دو جسم متفاوت وارد میشن. اینجوری نیست که بخوایم بگیم اینا همدیگر رو خنثی میکنن و لفظ برآیندگیری و خنثی کردن اینجا درست نیستش. به خاطر همینه که جعبه حرکت میکنه. خب دلیل دیگه ای هم داره، غلبه بر استحکاک این حرفا. مطابق شکل روبرو چک کنم چی گفته. با توجه به قانون سوم نیوتن، آره اینم بعد بنویسید، دو نیروی هم اندازه خراب جهت به دو جسم وارد میشه و نیرو هم دیگه خنثی نمیکنن. دقیقاً 2 تا 25 صدم. جسم جرم 80 تا شتاب جعبه این ضریب استحکاک رو به دست بیارید. خب زیاد حل کردیم از این. اف نت مساوی ما، اول اینو می‌نویسیم همیشه اف منهای اف کا مساوی ام آ. خود اف کا میشه چی؟ میشه مو کا اف ان، یادمون باشه. خود اف ان هم یادمون باشه که با کی برابره؟ با ام جی. خب جایگذاری کنیم. اف مون 440 تاست، اف کا میشه مو کا ام جی مو کا اف ان. بهتره بنویسیم میشه یه بار بعداً جایگذاری کنیم. 440 منهای مو کا ام جی مساوی با ام آ. حالا دیگه عددمون بزنیم، نه همون اف بشه. خب حالا عددمون بزنیم 440 تا. مو کا اطلاعی ندارید، جرمتون 80 جی 10 میشه 800 تا، میشه 80 تا. شتابم 3/2 یا 1.5 که از اینجا مو کا به دست میاد.
برای تایم ویدیو دیگه من این حسابش نمیکنم. خب دیگه حالا اون کار 14 خود این 25 صدمه، این جایگذاری 25 صدمه، عدد گذاری 25 صدم و جواب آخر 25 صدم. دو گوی هم اندازه داریم که جرم یکی 3 برابر دیگری از بالای برج به ارتفاع اش به طور همزمان رها می‌کنیم با فرضی که نیروی مقاومت هوا یکسان باشه. با در شرایط لازم شتاب حرکتشون رو هم مقایسه کنید. خب اول از همه FNS مساوی با MA. هرچی دینامیک بود همچین بنویس. یک گوی رو هم در نظر بگیر، یه MG رو به پایینه، یه فدرک رو به کجاست؟ بالاست. و خب اینم بگیر مثلا پایین مثبته، MG منهای F درک مساوی با MA و چون دنبال شتاب میشه MG منهای F درک تقسیم بر M رو انجام بده. دیدید این رابطه رو دیگه، G منهای F درک M. خب حالا میگید هر چقدر جرم بیشتر باشه کل این عبارت کوچولو میشه و شتاب بیشتر میشه. بنابراین جرم 2 بیشتره، شتابش هم بیشتره. چون جرم 2 از جرم 1 بیشتره قطعا شتاب بیشتری هم خواهد داشت که خود این 25 صدمه، این 25 صدمه، آ میشه فلان 25 صدمه و اینکه هرچه این بیشتر باشه شتاب هم بیشتر باشه هم 25 صدمه. جای خالی با کلمات مناسب داده شده پر کنید. در حرکت هماهنگ ساده وقتی نوسانگر به طرف نقطه تعادل میره انرژی پتانسیلش کاهش پیدا میکنه. وقتی میره سمت تعادل جنبشی یا کا زیاد میشه. برای اندازه‌گیری تندی شارژ خون از مکانیابی پژواکی به همراه اثر دوپلر استفاده میشه. با کاهش دما، یعنی دما رو بیاریم پایین، سرد کنیم به افزایش چگالی هوا، ضریب شکست افزایش مییابد. دما رو زیاد کنیم ضریب شکست کاهش مییابد. آزمایشی رو توضیح بدید که نشون میده آیا صوت در خلا منتشر میشه. آزمایشی بود که گوشی رو میذاشیم داخل یک محفظه‌ای و با پمپ تخلیه هوا اول هم زنگ میزدیم میبینیم زنگ میخوره، بعد میبینیم با پمپ تخلیه هوا رو خالی میکنیم، میبینیم هوا که کاملا خالی شد دیگه گوشی زنگ نمیخوره. در واقع موج الکترومغناطیس امواج رادیویی بهش میرسه اما صداش در نمیاد. در واقع صدای زنگ خوردن گوشی در نمیاد. این نشون میده که صوت در خلا منتشر نمیشه. که 75 صدم داره دیگه کامل باید بگید دیگه. گوشی رو تو محفظه قرار بدیم در حالت برقراری تماس. آره همون حرفایی که گفتیم دیگه. 3 تا 25 صدم. همین آخرش که در خلا منتشر نمیشه هم 25 صدم. چون گفت آیا منتشر میشه تو باید جوابش بدی دیگه، باید بگی نه. یعنی این 25 صدم خودش همین داره. شله رو به روز میگید مثلا پیش خودتون فکر می‌کنید نوشتید کامل نوشتید ولی مثلا جوابشو درست ندادی، فقط آزمایشه رو گفتی، نگفتی که آره در خلا منتشر نمیشه. این همه اینا هستا. شاید رو زاویه بین دو آینه چقدر باشه تا پرتو تابش و بازتابیده از آینه دو بر هم منطبق بشن. اگه یادتون باشه تو جزواتون هم دارید زمانی بر هم منطبق میشن که زاویه تابشتون با زاویه بین دو آینه برابر باشه. یعنی الان شما این 40 باشه اینم باید 40 باشه تا اتفاق بیفته. ولی خب شما باید بکشید کامل برای اینکه منطبق بشه و تابش و بازتابیده و برگرده باید عمود بتابه، یعنی اینجا 90 بشه. چون این 40 این هم 40 پس این چند میشه 50 میشه. این 50 این 90 این باید چقدر باشه 40 باشه. پس زاویه باید 40 باشه. شکلش خودش 25 صدمه و به دست آوردن زاویه هم که 25 صدم. خب تمرین کتاب چند تا آونگ رو میبینید با نوسان در آوردن آونگ X. آیا همه آونگ‌ها شروع به نوسان میکنن؟ بله همه شروع به نوسان میکنن. تو کدوم آونگ تشدید رخ میده؟ اونی که همه اندازش باشه، یعنی آونگی که بی. معادله نوسان داده به شما به صورت این بسامد زاویه‌ای. میگه به من بگو بسامد زاویه‌ای. دقت کنید اومگا خواسته، اومگا رو خواسته که اومگا بچه میشه 100 پی. همین 25 صدم بیشتر نیست. میخوای چیکار کنی براش؟ شتابو در لحظه فلان به دست بگیر. این یه نمره داره، یعنی بعد کار زیاد کنی. شتاب در لحظه فلان. ببین شتاب هر وقت از شما میپرسن یه رابطه داره، رابطه‌ش هم منفی اومگا 2 ایکسه. چون بزرگی میخواد این کاری به اون منفی هم نداری. اومگا رو که داری فقط باید ایکس رو پیدا کنی. تو چه لحظه‌ای؟ در لحظه 1/400. پس اول بچه باید ایکس رو در لحظه 1/400 به دست بیارید. یعنی به جای زمان 1/400 میذارید. 5 صدم
کوسینوس 100 پی زمانم میذاری چقدر؟ 1/400. و از اینجا بعد خب دیگه بلد باشی که بدونی کوسینوس پی چهارم چقدر؟ 45 درجه است، میشه رادیکال 2 دوم، میشه 5 رادیکال 2 به روی چند؟ 200. این میشه بچه ها مکان شما در لحظه ای که از شما پرسیده. حالا کافیه شتاب به دست بیارید. اومگا رو دارید به توان 2 میرسونید، میشه 100 تا پی به توان 2. مکانتون هم میشه 5 رادیکال 2 200 متر هم هست، چون اس آی دیگه. شتاب هم نگفته باید جی باشه، ولی خب دیگه همونه. 5 رادیکال 2 به روی چند؟ 200. خب که خود پی 2 رو گفته چند بگیرید؟ 10 بگیرید. کوسینوس پی 4 هم بهتون گفته، فکر کن خود پی 2 هم گفته 10 بگیرید. این 100 به توان 2 برسه میشه 10 به توان 4 تا. پی 2 هم 10 تا میشه 10 به توان 5 تا. 5 رادیکال 2 به روی چند؟ 200 تا. که حالا میتونید ساده ماده هم کنید، یک کوچولو بهتر هم بشه. ساده ماده هم کنید که قطعا بهتر خواهد. این از این موضوع که حالا خود اومگا این 25 صدم بود، چیز خاصی نداشت. 100 پی رادیان بر ثانیه یادمون باشه، وادار بهتره بنویسیم. ایکس رو بچه ها در لحظه 1/400 به دست آورد که میشه 5 صدم رادیکال 2 دوم، حالا همون 5 رادیکال 2 200. آ رو به دست آورد از رابطه اومگا 2 ایکس، نمیشه اندازه آفلانه که حالا این ساده سازیاش انجام میشه. شنونده از فاصله 640 متری یه چشمه صبح به فاصله 160 متریش میده، یعنی اول فاصلتون 640 تا بوده، بعدش فاصلتون 160 تا بوده. تاثیر فاصله رو داره نشون میده. تراش دست رو دیگه میشنوه چند دسیبل افزایش میده. تغییرات رو از شما میپرسه که میشه 10 تا لگاریتم آی 2 به آی 1. پس بعد آی 2 به آی 1 رو پیدا کنید. آی 2 به آی 1 با آر رابطه عکس داشت، با آر 2 در واقع داره. یعنی میشه چی؟ آر 1 به آر 2 به توان چند تا؟ 2 تا. آی 2 به آی 1 رو میتونیم پیدا کنیم. فاصله اول ما 640 تاست، فاصله دوم 160 تاست به توان چند تا؟ 2 تا. 0 و 0 میره، 4 میخوره که توان 2 میشه 16. یعنی این نسبت آی 2 به آی 1 میشه 16. بنابراین میشه 10 تا لوگ 16. لوگ 16 رو میتونیم بگیم 2 به توان 4 میشه 40 تا لوگ 2 و لوگ 2 هم سوال بهتون گفته 3/10، 40 تا 3/10 میشه چقدر؟ 12 دسیبل افزایش می‌یابد. خب آی 2 با آی 1 خود فرمول 25 صدمه، عددش 25 صدمه، دلتا بتا 25 صدم، عددش هم 25 صدم. فنای به جرمه اینقدر طول اینقدر با نیرویی میکشیم. اگر موج طولی ایجاد شده و بسامد این منتشر بشه، طول موجش رو میگه برای من به دست بیارید. خب ما برای اینکه طول موج رو به دست بیاریم بسامد رو داریم، فقط باید بریم سراغ این که وی رو به دست بیاریم. اما این سوال یک ایراد علمی داشت همون موقع هم که حالا توی حل سوال اونقدر برای ما تحصیل موج طولی ایرادش بود. این برای موج ارزی استفاده میشد. فرمولای فاتی دیگه وی میشد FLM که میتونیم از اینجا بچه 1 و 2 طولش 4 تا جرمش 6 دهم. این میشه 2 2 4 تا 8 تا رادیکال 8. و از اینجا که حالا رادیکال 8 رو چون عدد داده به رادیکال 2 فلانه بعد دیگه بازش کنید دیگه. رادیکال 8 میگه میشه 2 رادیکال 2 رادیکال 2 1 و 4 دهم میشه 2 تا 1 و 4 دهم، یعنی میشه 2 چند 8 دهم متر بر چی ثانیه. طول موج میخواد، لاندا میخواد، لاندا میشه وی افم و جایگذاری کنیم دیگه 2 8 تا بس آمدم 2 8 میشه 1 چون متر گذاشتیم متر به دست میاد 1 متر. خب نظر علمی ایراد داشت ولی خب دیگه چه میشه کرد. مطابق شبیه رو پرتون رو تحت زاویه 53 به مرز آب و هوا برخورد کرد. اگه زاویه شکست 53 باشه ضریب شکست آب رو به دست بیارید. یعنی اینجا آب بوده، اینجا چی بوده؟ هوا بوده و این 53 میشه چقدر؟ 37. زاویه شکست هم به شما داده 53، یعنی این زاویه هم 53 است.
ضریب شکست آب رو میخواد، نسبت n رو میخواد. انا بچه n1 به n2 با سینوس کار دارید دیگه، زاویه دارید، برعکس با سینوس تتا 2 به سینوس تتا کی 1. همینو برو ادامه بده. n2 حواس یکه، خودش داده. سینوس تتا 2 سینوس 53 است، سینوس 53 است. سینوس تتا 1 سینوس چنده؟ 37. پس n1 میشه 8 دهم به روی 6 دهم که به 2 ساده کنیم چقدر؟ 4/3 که میشناسیدش. خب دیگه نسبت این سینوس ها 25 صدم، عدد آخر هم 25 صدم، همین دیگه، چیز خاصی نداره. نمودار انرژی پتانسیل به حسب مکان تو سامانه جرم جرمشه اینقدر بیشینه سرعت رو به دست بیاریم. این بیشینه انرژیه، این میشه یو ماکس، میشه کا ماکس. بیشینه سرعت خب راه زیاد دارید، یکیش همین ای و کا ماکس رو بگیرید دست بره جلو. ای و کا ماکس شده چند؟ 40. کا ماکس میشه 1/2 ام وی ماکس به توان 2 میشه 40 تا. از اینجا جرمه بذارید وی ماکس به دست میاد. یه راهش هم خب 1/2 ام اومگا 2 آ2 دیگه، هرچند توی اون آره اونم میشه، مشکل ندارید، اونم میشه. و از اینجا 1/2 وی ماکسیموم به توان 2 میشه 40 و خب 2 با 2 ساده میشه 1/10 ده که تو مخرجه میره میشه 400 وی ماکسیموم به توان 2 میشه 400. پس وی ماکسیموم میشه 20 متر بر چی ثانیه. خب آره اینم با همین رفته، اوکی، فرق نداره. امواج الکترومغناطیسی گسیل شده از جسم جامد ملتهب طیف پیوسته یعنی 5. کمتر انرژی لازم برای خارج کردن الکترون از حالت پایه. الکترون میخوایم از حالت پایه خارج کنیم، بهش میگفتیم چی؟ انرژی یونش 4. عامل پایداری هسته نیرویی بود به اسم نیروی هسته یعنی 3. انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون‌ها انرژی بستگی هسته یعنی 2. خب دیگه چی؟ 18 و 19 و 20 دو نارسانی مدل بولمانسایی خیلی مهمن. مدل بور یکی این که برای در واقع اتم‌های بیشتر از یه الکترون کارایی نداشت، چون در مورد نیرویی که بین دو تا الکترون بود هیچ چیزی نگفته بود. و ایراد دومش این بود که شدت خطای طیف رو نمیتونست توجیه کنه، شدت متفاوت بودن شدت خطا رو نمیتونست توجیه کنه. این دوتا مورد ازش که حالا متفاوت بودن شدت ها رو نمیتونه توضیح بده. آفرین درسته. یکی دیگه هم الفش میگه که برای تنها یک الکترون ها جواب میده. فوتون متعلق به کوتاه‌ترین طول موج براکت. وقتی اسم رشته میاد یعنی بعد بیای 4. کوتاه‌ترین طول موجش یعنی بسامدش زیاد، انرژی زیاد، پرشش زیاده. زیاد بعد بپرید بیای 4. از چند بیایم بپریم بیایم 4 از بی نهایت. پس این در واقع این فوتونی که آزاد میشه، HFی که آزاد میشه. چی میخواد؟ فوتون چند الکترون انرژیش میخواد. انرژی این فوتونه انرژیش میشه HF. یه راهش اینه که بهترین راهشه، چون R و HC داده به شما دیگه، با همین اوکیه، میشه کار دیگه میشه. آره از اون یه دومنه یکم بری، فقط به جای یه R بعد دیگه. ولی خب بهتره همون، چون HC رو بهتون داده، همون داستانی گفتم HC رو بد نیستم حفظش کنید و از همون بریم بهتره. HF میشه HC به روی چی؟ لاندا. یعنی من لاندا رو بدونم حله. لاندا اینو باید پیدا کنی. یه لاندا هم میشد R 1 N پریم به توان 2 N به توان 2. پس یه لاندا هم میشه R چقدر؟ 1/100 و بعد بیاد 4 میشه 4 به توان 2 16. عدد به روی بینه‌ت هم میشه چی؟ 0. پس لاندا میشه 1600 چی نانومتر. این از لاندا. بریم اونجا. HC رو بهتون داده 1240 تا الکترون ولت نانومتر. اوکیه. لاندا هم که نانومتر میشه 1600 نانومتر. که دیگه شما میتونید تقسیم رو انجام بدید و ببینید چقدره. این عدد به 4 هم که این 0. اینم 8500 تقریبا هم 8500 میشه دیگه.
18 اینم حالا حسابش میگه دیگه ماشین حساب داره چون 19 نوری با طول موج 250 به سطحی از جنس فلز تنگستن میتابد و ضرب گسیل فوتوالکترون ها میشه. اگر توان چشم نور ورودی 8 باشه در هر دقیقه چه تعداد فوتون از این چشمه گسیل میشه؟ تعداد فوتون یعنی n. یاد داستان این میفتیم که E میشد NHF و E با PT هم برابر بوده. بحث ما هم همینه. خب حالا فقط چون لاندا داریم به جای F باید بنویسیم چی؟ C به روی لاندا مساوی با چی میشه؟ PT میشه. دنبال N میشه PT تقسیم بر HC به روی چی؟ لاندا. خب دیگه جایگذاریمون پیمون 8 در هر دقیقه یعنی 60 ثانیه. HC رو هم داده 2 در 10 توان منفی 25 تا ژول متر. درسته. لاندا تو متر شه چون HC رو متر داده، HC رو ژول متر داده، لاندا هم باید متر شه. میشه 250 تا در 10 توان منفی 9 تا که دیگه شما یه دو در نزدیک کنید میتونید این رو به دست بیارید. که حالا بابت این خودش 25 صدم داده، جایگذاری 25 صدم، عدد آخرم 25 صدم. افزایش شدت نور فرودی چه تأثیری در این جنبشی و فوتوالکترون‌ها داره؟ به این پدیده رخ داده، یعنی الکترون‌ها کنده شدن. حالا حتی اگه به شدت نور رو زیاد کنی، اتفاقی که میفته فوتوالکترون‌ها تعدادشون زیاد میشه، یعنی الکترون کنده میشن چون شدت نور وقتی که پدیده رخ میده باعث میشه تعداد فوتون‌ها زیاد شن و همین باعث میشه تعداد الکترون کنده بشن هم بیشتر شد. اما در مورد انرژی جنبشی تأثیری نداره. انرژی جنبشی به اون بسامده ربط داره. اگه بسامده بیشتر کنی آره انرژی جنبشی هم بیشتر میشه تو این جایی که کنده میشن. و در نهایت سرب 20782 هسته دختر پایداری است که از واپاشی آلفا یا بتا انجام میشه. فرض مربوط به هر یک رو بنویسید. دو تا واپاشی داریم. هسته مادر رو x بگیرید. میگه مادر x آزد یه بار واپاشی آلفا انجام میده که پی وی 20782 میده. یه بار آلفا، یه بارم واپاشی چی انجام میده؟ واپاشی بتا منفی انجام میده. 20782 بتا منفی. خب میگه آزد رو مشخص کنید. توی اینجا آ همون 207 زد شما میشه 81. حالا همین بنویسید آ مثلا اینقدر 207 81 جدا هم بنویسید اوکیه. توی اینجا 207 و 4 میشه 211 تا عدد جرمی، 82 میشه 80 چند تا 4 تا. این هم از آزمون خرداد 403 رشته تشریح. خیلی مخلصیم.